دمت را گیر. نمدو یوریده نمدو دمت را گیر گفتم. نمدو برآمدم از اینجا. من دادستانی دولت می باشم. دخترم رو با من رها کنید. کسی که نباشه برای من فرقش نیست. چیکار کردنم رو تو با من یاد میدی؟ آیسته دمت را گیر. راه گردید. راه گردید گفتم. حالا ما از اینجا آهسته میرویم. اگر یکم کاری خطا کنی هر دوتون رو میکشم. رانو خوب هستی؟ خوبم نمدو. ای خداوند جمیل، این کوزه ها همیشه در راه آب میشکنند. در عدالت تو یک ذره نقصان نیست. چی میگویی نجیب سردار؟ یکان چیز نیست آقای دادستان. من نمیفهمم که چرا آدمی زاد به راهی میرود که عاقبتش در چاه افتیدن میباشد. کاش که عاقبتش نخیل نمیشد. تو در اینجا یگان گناهی نداری. خودت را غمگین نکن. فکر میکنم به هر حال یگان کاری کرده میتوانستیم. باید در این آتش در آمده سویلای را خلاص کرده نمیتوانستیم. برای همین وجدانم عذاب میدهد آقای دادستان. نیازیه ماشین یاری تاجیلی رو جغزنه دومده این احمقون رو برم. مایلش سرکمیسر این رو گیر. میرویم. جنابی سوها مرحمت. با کجا میرویم؟ البته که با امنیت. من با امنیت نمیروم. پدر حالا هم یک روی میکنین. از پستون هستم میفهمین. همین که شما رو یافتن میکشند. گویا که امنیت از آنها فرقی داشته باشد. فکر میکنی در آنجا نمیابند؟ من کفیل شما میشوم. یگان کس با شما نزدیک نمیشود. چهره اساسی دوستانتون رو دیدید پدر؟ بس کنید تسته رویم. آقای دادستان، آقا، من تا دادستانی دولت می باشم. مرا همچون آقای دادستان دعوت کنید. مایلش مرحمت رویم محترم جنابی دادستان. محافظ گفتند قاتل را دادند. پدر اکنون همش گذشت. چه خیلی گذشت. اکنون سر می شود. مرا حمایه می کنید؟ وعده می دید؟ وعده می دیم. مرحمت. سردارم حاضر خبر آمد. یک گروه آدمان سرقانون را بهانه کرده جمع شده گرد همایی میکنند. اکثر آدم های جمع شده برادران کرتا هستند؟ خودش سردارم. در کجا جمع شدند؟ در فاتح آقای دادستان. نجیب سردار با دقت باش. این خیل گردی همایی ها برای فتنه انگیزی می باشد. ارکن کاندوی نقشه فتنه انگیز را کای ها باز کشیده است. من میروم آقای دادستان. خوش باشید. نسبت سرخانون 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 واقعی وزیر نهایی میباشد. شما نسبت سرخانون آمد
مجبوریم که داد زنه اگر این عمل مقبول نشد ثابت وظیفه همان همین است. نسبت سرقانون نسبت پلیسا نسبت سرقانون نسبت. ای برادر چرا خاموشی؟ آخه در جنازه نگر دادم نسبت سرقانون نسبت سرقانون نسبت. چیکار کردنت رو میدونی. تو فتنه میاندازی. من باشم با اونها حمله میکنم. کمی حمله خونی میشود. زودتر میرویم. 89 30 مرکز در فاتح یک گروه آدمان به اجازت گردی همایی میکنند و زن آگاهی کرده امان پراکنده نمیشوند. در حال گروهی مخصوص را روان کنید. نسبت فاشیست نماد کردستان آزاد. نسبت فاشیست نماد کردستان آزاد. نماد کردستان آزاد. نسبت فاشیست. چی میگویی؟ بس یمانم کرد. هوشیار باش. چیکار کردید نندو؟ میمونان جنوبی دادستان سوخه را خوب پذیرفتیم سردارم. هوشیار دارد. خوب است خوب همراهیمون میباشد. با امنیت آمدن را قبول کرد. شما چیکار میکنید؟ گردی همای غیر قانونی تشکیل کردند. خبر آمد که اقوا میکنند. به نزد آنها میرویم. در امنیت وا میخوریم. فهمو سردارم. خدا مددگارتون باشد. تشکر مندو. در راه میباشند. ما اعلام را توسط بانده یک شنیده آمدیم. زود پراکنده شوید وگرنه همه شما را دستگیر میکنیم. پراکنده شوید. زود پراکنده شوید. پراکنده شوید. چیکار میکنی ها؟ چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ باز کم نکردن. برادر تو چیکار میکنی؟ این بیچاره خان را خوبی کرده وسط گذرانیدم. باز شوید از اینجا. آرام شو. تو خودت را با آتش پاک ایستاده ای. آرام شو. خیری فرانتر گپ زن وگرنه میفهمم. کستم. آرام شوید. آرام شوید. عقیب نمیفهمی. در این جانتان جزا میگی. عقیب. چیکار میکنی؟ دیوانه شدی مگر؟ میگریزیم جمشید. گیگی انا آنهایند در لباس پلیس میگریزند. بله این همازان است. زود باشه. آنها لباس پلیس را پوشیدند. زود. آرام باشه. این گردی همایی ضد قانون است. بچه ها کمی تستر بیاید. تستر بچه ها. تستر. آنها را پراکنده کنید. با دقت باشید. پراکنده شوید. یک طرف ایستید. پراکنده شوید. در حال یاری تکلیه را شکستند. یک طرف ایستید. شخصانی زخمی هستند. در اینجا چی گپ شد؟ یک پلیس با طرفی آدم تیر پران سردارم. کی تیر پران؟ کی بود؟ نمیشناسم. حالا در کجاست؟ نمیدانم. در اینجا بود سردارم. روید از اینجا. روید. آخمی روید ببینم. روید از اینجا. خیری زود باش. مایلا شوزی. یاری مخصوص کجا شد؟ آمده ایستادم سردارم. در راه صدمه شده است.
شد آرام شد پسر او را باید با بیمارخانه بریم زودتر هرچی زودتر جان سردار تو به طرف راست من به طرف چپ شد ثابت شما از پسی وحش شوید من از دنبال زن میدم مایلش تا کجا میگریزی ابله؟ به دست افتادی ها؟ خیلی به دست افتادی اینها را بینا در روز روشن با پلیس حمله میکنند تشدار با پلیس خبر دادم نکن کنی خیز با تو میگویم خیز زود باش کنی با پیش درا سردارم شخصی که تیر بر آن از در حقیقت پلیس نبوده ماشین آن را کمی دورتر از اینجا بکنید بهتر به نظارتشون خبر دید همه گروه ها را روان کنند باز قید صفحه کامیرا را هم از نظر گذارید اطاعت سردار اگر لازم شود کامیراهای گرد اطراف دکان ها را هم تفتیش کنید بلا زند ایستا گوش کن بهوده مرا خسته نکن گوش کن به کجایی که نگوریزی عاقبتت محکم است این را بین پلیس را میکشد تو با من نگاه کن آرام شوید بچه ها من تروریست نیستم تروریست همین زن مرا است میکشند گوش کنید با من بچه ها با من باور کنید من تروریست نیستم این زن جاسوس و اغواگر است تروریستی که لباس های پلیس را پوشیده است پلیس دولتی را تروریست میگویی شما جنایتی کرده این زن را نمیدانید گفتم که این زن جاسوس و اغواگر است تروریستی که لباس های پلیس را پوشیده است اکا ما از کجا میدونیم میبخشید چین زند با کثافتی وای شما هم بیهوده شده خودید جنایت تو را هم گریزاندید بعد نمیخیر به اضافی میکنی ثابت چیکار کردی ما یکی را داشتیم تو چی ایگید؟ با شرافت یک گروه جوانان رحمدل او گریخت خیر هیچ غم نیست یک تاش هم کافی است انتظاری تو هستیم جناب انتظاری خبر شمایم آید این حادثه چی گفتنی ها داره؟ تا حال یکان خبر داده نمیتوانیم پرس و پاس ادامه دارد آیا این راست است که پلیس طرف آدمان تیر پرانده است؟ نفر تیر پراند اما فکر میکنم که لباسهای پلیسی را پوشیده بود بعد از تحقیقات عمیق به شما خبر میدیم علاوه بر این یک رفیق همان یاره‌دار وزنین است بسیار از دکانها و کارخانه‌های آدمان آسیب دیده است معلوم است که این کار فتنه اندازان میباشد ما این را حتما عمیق میکنیم و به شما خبر میدیم آیا کی بودن تیر پرانها رو میدونستید؟ گفتگو را به ایست ادامه داده ایستادیم اگر یگان خبر که شد حتما به شما میرسونیم با اجازت ما باید به شما بروم فهمیدیم تشکر زیاد маркази продюсери ҳамсадо тақдим мекунад 17 ва 18 сентябр соати 17 дар толури коқи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили йигит ҳалима наҷиб мендуғ ва хайрӣ чиптаҳоро аз кассаи коқи борбад то 10 сентябр бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28 истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. тамошобинони гиромӣ шумо ахбори сардори амният наҷиб илмаз ро мебинед ӯ зикр кард ки таҳқиқотҳо беист идома доранд алё гӯш кун духтарам фармоед ҷаноб ин ҳодиса баъд аз тирпаронии полис ба сӯи халқ оғоз ёфт одамҳои бегуноҳ ярадор шуданд халқ ҳақ буд ана ҳамин суханҳоро мегӯӣ духтарам фаҳмидӣ шуд ҷаноб фаҳмидам ҷаноб то дидан
چی طبیعتی تماشابینان محترم دیده ایستاده یک گروه جوانان در کوچه ها به ترتیبی آورده دست به تظاهرات زدند. البته چنین تظاهرات به تیاری این حادثه به فایده ما می شود. همچنین شاید کسانی والا مقام بله، اما این کافی نیست. باید این را به فتنه بزرگ مبدل دهیم مینیک جان. مثلا چه خیل؟ ما احتیاج به یک کردی مدیمک داریم مینیک جان. به من یک کرد نشان ده که مثل عزیز نیستین بوده دیارباقی را سزاند. از این دیده بهترش را برای شما میابم جناب. اگر حکومت نیت کشتن عامه را داشته باشد موفق نمی شود. برای آنکه این کارشان امکان ناپذیر است. اگر از دیارباقر تا استانبول کل مناره ساختنی باشند این گپی دیگر. حادثه درسیم دیگر نسل نوی علویان را به علم نمی آرد. محض نقشه مدیمک را کشیده بودیم که به کربلا تبدیل دهیم. قسما موفق شدیم. نقشه هایی که دولت سر اقتدار عملی کرده ایستاده است در مراسم های جنازه باید به بالای زخم ها نمک پاشیم. وقتهای آخر گروه جنایتکاران که گویا انقلابچیان ما هستند برای هدف یگانه ما نفران زیاد جمع کردند. در 10 سال آخر در استانبول، انقره و دیگر شهرها یک قطار عملیات ها گذراندیم. از این نفران جمع شده برای موفق شدنشان قرضدار هستیم. مادامی که اینقدر هنرهای خوب دارید، پس برای من در سرزمینی که خلق کرد زندگی میکند عملیات های با شدت مثل کربلا را به سامان رسانید. از گوش کردن آن عملهای و استراتژی که یگان ذره فایده ندارد من بیزار شدم. جناب، شما را رنجاندن نمیخواهم. هر چی که میگوید قبول دارم، اما التماس به من باور کنید. ما قرار دادیم که این مجادله را تا قطره خون آخری نمان دوام خواهیم داد. اگر نقصان باشد فرمان دهید، ما عمل میکنیم. نباشد آن پوستک را از سرت گرفته به میدان برا. اگر آن کودکانی کردی که در حبسخانه خودشان را قصدی به آتش زدن داشتند آنها را که یابی، پس معلوم می شود که تو از عهده کار می برایی. حادثه فلسطین را به یاد دار. عرفات آن کودکان را زیر تنگ‌ها مانده به آنها امر میکرد که سر زنید، پس آنها را قهرمان کرده به تمام دنیا نشان داد. بحث نمیکنیم جناب. با انقلابچیان خرد که در محبس دیارباقر هستند خودم سر و کار میگیرم. در واخری اولی که با مادرانشان در محبس روبرو میشوند میترسیم عاقبت ما چی میشوند میگویند آنها. اما بعد 2 ماه که باز وا میخورند آنها خواهند گفت که نترس مادر، تو هم یک مادر انقلابچی میباشی. این معنای آن را دارد که بعد از 5 ماه همه آنها جان فدا و برای ما بمبئی زنده میشوند. یعنی که من یک گروه فدایان را تشکیل کرده ایستادم. در دیارباقر یک گروه نو تیار شده ایستاده است جناب. همه این نظارت در دست ما می شود. یک گروه تر و تازه. این طور باشد بشنوید. انجمنی بزرگ برای کله همه ما را گرفتن انتظار خطای نوبتی ما می باشد. آنها دیگر صبر و طاقت ندارند. اگر هر ماه یک انگشتیم را ببرند نام من پیسگاری بی انگشت می شود. در این دنیا این خیل زندگی کرده نمی شود. ولی جناب، سر ما فدای انگشتان شما شود. اگر پیوست کردن انگشت ممکن می شد با دستان خودم بهترین انگشت پیوست می کردم. اما متاسفانه که در علم طب این خیل نمی شود. حال راه انتقال گرده ها را یافتیم. اگر از انگشتان که می شد ما در 1 دقیقه این را حل می کردیم. اگر به تربیگی نشمارید این را، لقب پیسگار بی انگشت به گوشم بسیار هم موافق آمد، زیرا این دشمنان را با وهم و ترس می آرد. تو هم عقلت را خوردی حاضرال. به این حالمان نظر کن. من احتیاج به راهبان و منجمان ندارم. من احتیاج به حاضرال دارم که 8 سال قبل در انقره با حیله و نیرنگبازی سروزیر را در بیمارخانه محکم کرده بود.
چه شد؟ جناب پیکس یک لحظه اگر ممکن باشد خبری مهمی آمد. با اجازت شما حاضر می آیم. مایل است، تو از پی کارت شو. خبری مهمت چی بوده است؟ سیبیلای که بودنش در امنیت معلوم شد. تو چرا میگویی؟ بدترش این که برای دستگیر نشدنش خودش را کشته است. با او بنگر، مرد بر این رفتار کرد. و چه روزها رسیدیم. شخصانی که مرد میگویم دستگیر که شدن همه معلومات ها را میدهند، اما زنی که اعتبارش نمیدهیم با شأن و شرف خودش را میپراند. یک به سوها نظر کنو و بعد به سیویلای. سوها هم نمرده است. نمرد؟ آرهان را به آنجا روان کردم، چه نمرد؟ وقتی که آرهان رفت پلیس علاقه در آنجا بود، زد و خورد شد، آرهان کشته شد. لعنت به این کار. این کار خوب نشد. از افتش خورسندیمان دراز دوام نمی کند. باز به گمانم خبری ناخوشی آوردی. سیویلای فاش شده است. نخواد کی؟ وقتی که سیر او فاش شد خودش را پرانده است. کاری سوها هم تمام شد. پلیسا پیش از ما عمل کردند. پیکاس به تو چی شد؟ در دست سوها حجت های زیاده می باشد. اگر دهان کشاید همه امان می سوزیم. چی خیل کار را تمام نکردی؟ کاری سوها را به من گذاره جناب. من زبانی او را خوب می دانم. چی خیل می کنی؟ همراه خودم یک ادوکات گرفته می روم. شرط نامه را پیشنهاد می کنم. اگر که نشد میگم که این راه رفته شما راه خوب نیست گفته توصیه میدیم. توصیه رفیقانه یعنی. باز ویدت دردی سرمان می باشد. کاری او چی می شود؟ او را هم امشب زیر خاک میکنیم تا که استراحت کند. باور کنید این کار حل میکنم، وعده میدیم. 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارکی دوستانه است. مو شما را روز 17 و 18 سپتامبر انتظار همه شما را دوست مدارم. همسادای دلی ما و شما. از قید کامراها یگان نتیجه برآمد؟ نه سردارم. تا کوفتکوب داریم. بیانات شخصانی دیدار رو گرفتیم. اگر یگان خبر گرفتیم حتما با شما میرسونم. آقای دادستان سوها در کجاست؟ آقای زکی احیا و سرکمسر میندو او را با اتاق پرسش بردن. شما رو منتظرم. خب شما کارتون رو ادامه دهید. اطاعت سردارم. این کارهای شما را راهزنی مینامند آقای دادستان. به این کاری شما خنده ای کس می آید. در دستمان دلیل ها موجود است آقای سوها. باز قرار محکمه وجود دارد. این خیل باشد محکمه هم راهزنی می کند. مثل من بر این حقوق شناسی با نفوذی دور و زمان ها که گپش مثل تیر بنشان می رسد، تنها قانونی دولت که مثل جنگل است دستگیر کرده می تواند. مگر در همه حالت من ضد شمایم. با شما وقتی یک دو کردن را ندارم آقا. من قانون و حقوق را رعایت می کنم. علاوه بر این فکر نکنید که از دستگیر شدن شما من خرسند شدم. انگشتی که شریعت او را می برد درد نمی کند. حقوق برای همه لازم است. شما از شریعت گفتید. این فهمیش شما را نشان میدهد. شما دادستان‌هایی میباشد که نه تنها تمامی حقوق بلکه سود عالی را هم از خود کردنی هستید. در تشبیه خطا نمیشود آقای سوها. شما گپ را به هر طرف نکشید، زیرا که در دستتان میماند گپی گفته‌تان. خودتان همش رو دیدید. از این پس تنها با استفاده از جسد شما ترغیبات میبرند. همه چیز را اعتراف کنید، با ما همکاری کنید. حیات شما رو زیر حمایه میگیریم. من خطا نکردم.
خطا نکردم. پدرم چنان آدم یکرو است که باوریتون نمی آید. همینقدر میگویم که شما رو میکشند، به خانه‌تون سلاح به دستان حمله کردند. آنها باز میآیند، نمیفهمند. آخر گویند، فهمانند، چینقدر یکروی میکنند. میدانست، از اول همش رو میدانست که همین خیل میشود. من برای حبس شدنش سیخ نمیشوم، اما دیده و دانسته یکروی میکند. البته که چخیلی که نباشد پدرت میشود. جنایت کرده باشد حتما جزایش رو میبیند. کاش که با این ارکین کندو همراه نمیشد. گلبرینگ مسلک دارد، درآمد دارد، اعتبار دارد. نخواد که انسان خودش رو فروش شده. آپا، شما هم کاری خانه‌تون رو پرتفته با من آواره شدید. میبخشید. هیچ گپ نی. تو خواهری من میباشی. این خیلی گپ نزن. یک دقیقه به من نگاه کنید. تو رو نگاه نمیکنم، حکومت رو نگاه میکنم. به تربیه. تو عصبی نشو، همش خوب میشود. معلوم نیست که کی گناهکار است. کایمینیک بود. چی؟ یک دقیقه پا جان. چی شد رنا و کجا؟ تو با کدام راه به اینجا آمدی ها؟ خانم خودش چی گفت؟ خودش رو مولادونی نزد. تو چیکار کرده هر زمان خیلی نقص میدونیم که چرا تو در اینجایی. بس کن رنا، آرام شو. خانم شما چیا گفته ایستاده؟ من اینجا آمدم که با یک دوستم یاری دهم. ادوکات آوردم. چرا به من میچسبه؟ کلاهت از سرت ماند. کدی گپ زن. میدونید این کیست اپای هنر؟ این کایمینیک نیست. این یک آفت است. بینید که در درون امنیت با مچ خیلی معامله میکنن. پلیس نیست مگر؟ پلیس نیست. پلیس تمام شد. اینجا چی گپ است؟ این غوغای چیست؟ سرکمین سر، اینی که آفت آمده است. با آقای سو هوا خورده نیست. من ادوکات یو میباشم. فهما رادیت گذراند. مرحمت آقای مینیک، از بالای همه شما دعوا میکنم. افسوس میخورم شما بر این زن. خیلی دفت شود اینجا. کلاهت را گیر و دفت شود اینجا. گذارید. رفتیم، عصبی نشدیم. رنا آن زن به کجا رفت؟ گپ زن. چی نام دارد؟ به کجا رفت؟ گپ زن. نمیدونم. نام اساسی آن چی هست؟ اکا نام اوچه من چی دخل دارد؟ او را نمیگویم، موضوع را دیگر نکن. نمیدونم آخر. ای آشنا، رمزی نام زنی که او را آن نمیگوید چیست؟ گفتم که نمیدونم، به خدا نمیدونم. 26 دقیقه و 17 ثانیه. آن نشا برای رکورد گینیس می شود. خیری تو چیکار کردنی ها؟ دقیقه ها را می شمارم. در 27 دقیقه می باشیم. اگر 38 دقیقه شود رکورد می شود. خیری چی خیلی رکورد؟ البته رکورد دویدن 400 متر نه، رکورد تحمل برای شکنجه عذاب دادن. ما حالا شکنجه را سر نکردیم، تنها تو را سیله میکنیم، میفهمی؟ بله، این نمیشود. حالا ما در قسم اول هستیم. وقتی که ما دیر کردیم مزه عذاب را آن بعد میچشیم. بله. پرما کاردار نشوید برادرم، من میدونم چه خیلی سابات پرسم. پرما هم برآمد. مایلش اکنون میتوانی از نو سر کنی. گپ میزنی یا نه؟ رمزی شلیک. مادرم رمزی شلیک. چی؟ گفته ایستادم که رمزی شلیک. چیزی که میدونی گپ زن. گفتم کو. نام اساسی آن چیست؟ نمیشنوید، گفتم کو. گپ زن. گپ زن کنی. 3 2 1 سر کردیم. شد. اجوم. گپ زن میگویم. گپ زن میگویم. 10 ثانیه. تو چی میگویی؟ من نشونیدم. گپ زن میگویم به تو. تکرار کن. چی میگویی؟ گفتم کو. گفت مگر شما شنیدید مگر؟
20 ثانیه. این کار بسیار دوام میکنه دیگی. اگر تو او را به گپ درآورده نتوانی، من او را به گپ میدرارم. باز یک بار دیگر میسنجم. ثابت. گپزن. گفتم کو. چه؟ گفتم کو. چند ثانیه؟ 28 ثانیه. 28 ثانیه. خوب است. با فرما 28 ثانیه. همگی 30 دقیقه. 12 ثانیه. 12 ثانیه. خوب رکوردی برادر جمشیدمان 30 دقیقه و 12 ثانیه. بله. در آخر جمشید جان جای دوم رو میگیرد. همه شما دیوانه شده اید. اکنون مرحله دوم را آغاز میکنیم. مکانی او را با ما بگو. تنها 10 دقیقه وقت داری آقای مینیک. تشکر آقای نجیب. آقای نجیب آنها چی گفتند؟ گمانم که کیامینیک یگان شرطنامه را باید پیشگاه نشان میدهد یا اینکه یگان نقشه پنهانی در دل میپرورد. برای چی این آدم ها رو نگاه میداری؟ چیکار کنم هنر؟ آدم ها طبق قانون حق دارند. آنها پدرم رو رز نمیدهند. نگران نباش رانو. از دستمون چیزی که باید میکنیم. اصلا از آنی که با آنها شرطنامه میبندد اگر با ما ببندد برای خودش بهتر است. تکلیفت چیست؟ تکلیفت آقای سوهریسته نخواد که من تو را فروشم. پیسگار از دیگر کس آموخته است. منو فرمون داد که گفتی سوهر جانی من است. چیکاری که میکنید او را آزاد کنید. نخواد ما تو را آزاد نکنیم. آزاد میکنیم تو را. آزاد میکنیم. مقصد گپت را بگو مینیک. خری بود که مرا میکشتن. یک ثانیه گوش کنید. با شما تکلیف خود دارم. خیلی مهم است. آرام شوید. التماس. باز چی میخواهید؟ شنید گفتگو میکنیم. شما از من چی میخواهید؟ یک لحظه گوش کنید. با شما پیشنهادی خوبی داریم. پیشنهادتان چیست؟ در کجاست آن زن؟ او را از کجا یابیم؟ گپزن! از کجا یابیم؟ گپزن میگویم. ایستید. خوش اگر مکانی او رو گویم هم او در آنجا نیست. فهمیده است که شما مرا دستگیر کردید. گپزن یگان مکانی دیگر هم دارید؟ باز چی نقشه دیگر دارید؟ نیست. 42 ثانیه. در این زبان گپزنی این از کجا کشاده میشده باشد؟ کنیست؟ با فکرم در اینجا. بسیار خوب. حاضر میکشاییم. سر کردیم. رفتیم. سریگزی در سریگزی یک خانه است. در نزد یک مکتب. کوچه کربش. نه این حساب نمی شود. 1 دقیقه گذشت. از نو سر میکنیم. خیلی خیسته شاید. بسانو مرا ببخشید. زورا میکنم مرا ببخشید. پیش از آن که یک نفر را کشیم یک سخن میکنیم. حالا میخواهم که فهمی برای چی تو را میکشیم. با امر وجدان و ایمانمان تو را محکوم میکنیم. برای خیانت به وطن، برای دسیسه و اغوا انداختنت، برای بی‌شرفیت، برای خونی بیگناهان را رساندنت، برای در این وطن و کشور اغوا انداختن حکمی تو را قرار دادیم. در این محکمه یک جزا موجود است. این جزا مرگ است.
گوش کن سوهن جان، نافهمی شده است. یک گروه از آدمان پیکاس خطا کردند که آخر همه آدمیزاد خطا میکنند. اینجا خطای شده است، میفهمی؟ خطا. مقصدت را بگو مینیک. قریب بود مرا میکشتند. چه خیلی خطا بوده است. احتمال میرود که تو در محبس میمانی، اما دختره در بیرون است. آها. حضرت پیساگور از آن میترسد که وقتی که تو در درون باشی به سر دخترت یگان بلای نآید سوها، یگان واقعه رخ ندهد. میفهمی؟ تو چی ها میگویی؟ من یگان چیز نمیگویم، پیساگور میگوید. من او را باور کناندم که سوهای ما آدم خوب است و او گفتم که هرگز ما را به پلیس نمیفروشد. اگر راست گپ را گویم، میدونی که به سر جنایت چی آمد؟ باید آرسر خواهرش رو بریده و قوطی انداخته و او روان کردند. و من باید از این گپ‌های تو بترسم. نه جونکم، من برادرانه سخن کرده ایستادم. اگر با دخترم یگان حادثه رخ دهد و من در درون باشم هم سرکمی سرمیم دو همه شما را زنده و زنده میگراند. پس شما مرا و دخترم را تهدید میکنید. احمقان، بی‌شرفان. آرام باشه، آرام باشه جنابان. میندو، در درون چی واقع شده است؟ آنها جمع میکنند. چی بلا؟ میندو زودتر باش. آی خدا، التماس میکنم آرام شده. شرفا، نناسا، شما نمیدید مشکل آرام شده. بس آرام شده. کودک چیگم آرام شد پدر. سگ بچه، حیوان، باز تو مرا تهدید میکنی؟ آرام شد. دفع شو از اینجا. آرام شوید آقای داستان. آرام شد پدر. تهدید میگویی؟ باز چی؟ عصبهای دوستی عزیزم خسته شدند. ما دوست گفته با او ادوکات آوردیم. دوست در روزی سخت لازم میشود گفته آمدیم. اون احوال را بینید. شما با او در اینجا چیکار کردید؟ افگار شده است. سردی التماس آرام شوید. شد اینجا بیا. آرام شوید. تمام شد. مرا گوش کنید. درحال هر دیتون اینجا رو ترک کنید. نباشد به درون میدروید. میندو اینها را گرفته بر. فهمو سردارم. رفتیم زود باشد. همه تان در چنگ منید و همه سخنم را رسان. از پس من همه تان به اینجا می آید. پدر بس شد. آرام شد. با گمانم آقای دکتر شما با او دارو دادید. چی کار کردید با او؟ او تماما کسل شده است. در حقیقت دیوانه شده است. تا آدمی که شما نبودید همش بسیار هم خوب بود. میبخشید من از بالای شما شکایت میکنم. دوستی نزدیکم را در این حال دیدن خیلی عصبی شدم. مگمانم که او را به این حال دوستان نزدیک شما آورده است. گوش کنید نجیب سردار. خیر آقای مینیک. مرحمت آقای مینیک. در حال از اینجا برآمده رویم. سردارم یافتیم. چه رفتید؟ شخصی که حجت را برانا داده است دیدت بوده است. شرکت نقلیات داشت. سراغش را یافتیم. بسیار خوب. برای خبر ده. همه آماده شود. زودتر می رویم. اطاعت سردار. آقای سارا چکار میکنید؟ دیگر کاری میکردگی نیست. بعد از پرس و پاس
او را به محکمه روان میکنیم. میدونید که اصول ما چنین است. یعنی او را حبس میکنید؟ متاسفانه، اما نگران نباش، او را خوراک آنها نمیکنیم. پیکاس میبخشی در یختانت تنها بادرینگ بود. بخیر است. چی کار میکنید اینجا؟ یک شخص را میکابم، یک شخصی که به ما خیانت کرده است. آخرین مراتب در این مکان او را دیدند. شاید تو او را دیده باشی ویدت. با دقت باش، شاید به خاطر آری. آن همینجور. این ماشین پیکاس می باشد؟ بله سردارم. زودتر شوید. از آمدنتون خبر میدیم. زحمت نکش، ما دهان داریم. او را به درون گیرید. راه گرد زود راه گرد. برای چی ما را فروختی ویدت؟ آیا میدانی که عاقبت این کار چی می شود؟ دیگر وجدانم نمیبردارد. برای شما شده در قتل چندین انسانهای بیگناه شریک شدم. چندین کس را تهمت کردم. دیگر برای زن و فرزندانم نظر کردن نمیتوانم. یعنی این کار نمیکنی؟ بی ناموسی احمق. اینش خوب نه. من اصلا دشنام نمیکنم. بسیار غضبناک شدم. حالا تو را از دست من کی خلاص میکند؟ اینها را گیرید. برا شما را ناراحت نمی کنم. نجیب؟ ممنون شدم. با فکرم که شما پیکاس می باشید. از تو این را انتظار بودم. بسیار تشریفی عالی. از حرفت معلوم که از آمدن من اونقدر خوشحال نشده ای. همه نیست پیکاس؟ میبینم که دعوتنامه در دستت میباشد. و فکرم منتظر ما بودی. بادرین در دستت بسیار هم خوب زیبیده است پیکاس. و این حالت به بیرون نبرو. دیدگی انسان ها خطا میفهمند. کدامش پیکاس، کدامش بادرین گفته. از حد گذراندی نجیب. خطا نفهم پیکاس. برادران شما میدانید که بادرین چی معنا دارد؟ خوب من میگویم. معنای بادرینگ این است که اگر من پیکاس را بادرینگ گویم اصلا من گفتنی هستم که پیکاس بسیار آدم با خیر است. سردار بسیار خوب فهمیدید کلمه بادرینگ را. اما بادرینگ از این عمل خوشحال می شود؟ حاضرین محترم، به سهم شما میرسانم که سوحت طلعت بکرمن، دادستان جمهوری عاید به محافظت حقوق، برای کارهای غیرقانونیش با گروه یرکن کاندو گناهگار دانسته می شود. سوحت طلعت برکمن طبق قانونهای بوده نیو طبق فرمانهای یرکن کاندو قرار گرفته است و با فرمانهای وی تمام عمل خود را به انجام رسانیده است. همه این تهمت است. آقای سوها آرام شوید. سوحت طلعت برکمن تمام وقت خود را با کارهای مخفی صرف کرده. برای خلق بیچاره را همچون عضو گروه تروریستی نشان دادن در خانه های دانشجویان سلاح مانده. با این مقصد کارهای مخفی انجام داده. گویا که در آن خانه ها دانشجویان اجاره نشستند. در اصل در آن خانه ها خبرکش های خودی بودند. این عمل قانونگذاری ما را شرمنده می کند.
همه این گپ‌های بافتند. تو بر اینها عمل‌های میکنی که باعث شرمندگی حقوق میشود. تو در جای چین گفتم مرافعه را خللدار نکن. علاوه بر این در حدود ولایت درگس امیرلی بمب و سلاح گذاشته گناهش را به سر من و نجیب یلمز زده یک چند شاهد قلبکی تیار کرده است. اما آن شاهدان وجدانشان نبرداشته این دسیسه او را همراه حجت‌ها به ما آشکار کردند. آیا بیانات شاهدانی مخفی است؟ همش را به محکمه پیشنهاد کردیم. شخصانی که در مقامات‌های بالا وظیفه‌دار بودند آنها را همراه زنان با کامراهای خرده که مثل قلم میباشند به نوار گرفتند. یکی از وظیفه‌داران دولتی را که در سیر و گشت بود با تهمت و دسیسه گناهکار کردند. عاید این هم حجت‌های علاوگی به محکمه پیشنهاد شده است. ای تو دروغگوی! من دادستانی می باشم که تمام حیات خودم را در راه راست بخشیدم. این گپ‌های بافتند. التماس سخنی او را نبرید. جناب سودیا، روبرویتان شخصی بوده ادعا دارد که یک دادستانی که حیات خود را در راه راست بخشیده است این خیل نیست. یک خوجین بسیار هم خطرناکی را در یرکن کندو دارد. برای دادستان سوها امر و فرمانهای یرکن کندو از قانونهای حقوق دیده بالاتر است. شخصان بیگناهی که از آنها شبهه میکردند همه آن را دشمن دولت نشان دادند. با شرافت دوستانی که در مقامهای بلند نشستند کسی به او دست نمیرسانید. از این فرصت استفاده برده همه کارهایش را به منفعت جمعیتش و یرکن کندو استفاده برده است. از شما خواهش دارم که او را باز با سبب‌های از محبس فرار کردن آدم‌ها، تهمت کردن، با بهانه بیمار بودن، دیگرها را به بیمارخانه انتقال کردن و از همه دوست نزدیکش را کشتن او را به حبس محکوم کنید. همه شما را نابود میکنم. من این محکمه را اعتراف نمیکنم. این طلب شما سیاسی میباشد. این کار را برای اون میکنید که من یکی از کارمندان شایسته جمهوریم. همه شما آدم‌های فروخته شده اید. جوابی همه این را میدید. سببی در اینجا بودن چی؟ با توی سابادی هم از جاد خیست نابکر. همه جا را کابید. صدایی که در میز می باشد از آن توست؟ بله، اجازه نامه دارد. برای چه در روی میز می باشد؟ خوراک می خوردم. وقتی که خوراک خورم سلاحم را در برم نمی گیرم. کفری نعمت بوده است. یعنی پدرم این خیل می گفت. این آدم برای چه اینجا می باشد؟ مسئله کار رو گپ می زدیم. تو را تهدید کرد؟ ازش شکایت داری؟ نه، این حال نه. محلش نباشد همراه ما با امنیت می روی. حیران شدم. برای چی با شما می رفته باشد؟ برای آنه که با ما گفتنی دارد. آیدی کدام موضوع؟ دوستان پیشینه، رفیقان بد. میدونی که روزهای آخر شخصان احمق برآمدن، زیاد برآمدن. و آیدی که آید ماشین هایی که درونشون پر از سلاح می باشد. باز یکان سوال دیگر داری؟ سوال بسیار دارم. باز آیدی چی؟ آیدی مرگ و بعد از مردن. من باشم از سوال هایی که معقولم نیست سوال نمی کردم. دوستانی پیشینه گفتی. نه تو را دوست داشتم، مخلصت شدم. حس میکنم که تو را گم میکنم نجیب. یکی از مخلصان تو هستم، از تو خواطر هستم. خواطر نشو. من به تقدیر باوری دارم. اگر باور کنی تقدیر همیشه عاقبت خوب رو می نویسد. برای همه نگران نشو. اگر یکان روز از بینمان روی نبودن تو به ما بسیار هم مشکل می شود. باوری دارم که با مرور زمان فراموشم میکنی. حالا باشد سکایت را گرفته از اینجا رو.
من چیکار میکنید؟ تو همه معلومات میدونستگیت رو با ما میفهمونی. ما باشیم برای به خاطر حیات تو همه کارو میکنیم. و گمانم که شرطنامه خوب است. باید عائله‌ام رو هم محافظت کنید. فهمو. رفیقان زودتر میرویم. بیست سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک. دوستان عزیز، ما شما را در کاخ باربد انتظار. قرار طبق پیشنهادهای کرده و بعد تفتیشات دلیل‌ها صحت طلب برکمن با گناه‌های زیرین عضو گروه تروریستی ارکنکاندو و باز برای وظیفه خود را با دیگر مقصد استفاده بردنش حکمی محبس را میگیرد. مرا به سوی مرگ روانه میکنید. مرا در درون میکشند. التماس نکنید. من بیگناهم. هرچی کردم برای وطنم کردم، برای پیشرفت دولت. برای این دولت تیر خوردن و مردن کاری مقدس ترین است. مرا میکشند. سردید بگویم، مرا به محبس روان نکنید. من یکان کاری خطا نکردم. از همه زیاد 1 هفته زنده میمانم. به جنازه هم بیایید. چرا با پلیس همکاری نکردید؟ من یکان کاری خطا نکردم. شما رو خبر میگیرم. از همه زیاد 1 هفته زنده میمانم. شاید این قدر هم نیه. اکنون به جنازه هم میایی. این خیل نگوید. 1 دقیقه. مرحمت جنابی دادستان. با دخترم 2 دقیقه تنها به تنها گپ زنم ممکن؟ مرحمت. رانا، در خانه رسم آویزان است، میدانی؟ بله. در قفای آن سیف است. در درونش بسیار معلومات‌های مهم. حیات من وابسته به آنهاست. شاید این امکانی آخرین باشد. پدر، این کار رو به نجیب سردار گذاریم. همش رو حل میکنم. رانا، مرا میکشند. پلیس را گوش نکن. آن سغرته حیاتی من است. دیگر غیر از تو به کسی باور نمی کنم. تا این دم حق پدری را به جا نآوردم. شاید که برایم میبینی که همه را از سری نو برپا میکنیم. دیر شد پدر. دیر شد. به هر حال آن حجت ها را میگیری؟ میگیرم. شما با من رمزش رو گویید. روز تولد توست. مرحمت جناب دادستان. با پیسگار باید واخورم. بله میداند. خودش مرا روان کرد. مایلش انتظار میشوم. الو آقای پیسگار، سوهر را دستگیر کردم. حالا با محبس میبرم. با دخترش چی گپی مخفی زد اما نشنیدم. بله فهمیدم. شاید در دست سوهر چند حجت دیگر هم باشد. ممکن که در یگانجا پنهان کرده باشد. تو کارت را دوام ده. چی شد جناب؟ سوهر را دستگیر کردن. نجیب از ما دیده تیزتر عمل کرده ویداد را به امنیت برد. از این نجیب هیچ خلاص نشدیم که نشدیم. بخشش آقای پیسگار، دیر کردیم. حالا باید هممون آرام شویم. باید خوب فکر کنیم.
در رو گشایید. دخترم رو خوب نگاه کن ممدو. او دختری خوب است. دختری خوب است، اما افسوس که دختری آدمی بد است. بسیار میترسم ممدو، مرا میکشند. با سر انسان هر کاری که باید با دست خودش آن را میکند. با یک گروه همکاری کردید که در یک پستی شما را هم نیست میکنند. حقوق را تنها برای جمعیت خودتان استفاده بردید. بیگناهان را گناهگار و گناهگاران را بیگناه کردید. نگران نباشید، از این پس تنها با عملهای کرده‌تان روبرو میشوید. از این زیاد نمیشود. علاوگی بر شما فرصت دادیم اما خودتون رد کردید. باز میترسید. دستی که با شما دراز کردیم نقبیدید. شما رو هیچ نمیفهمیم جناب سوها. تا همه چیز را نمیدانیم ممدو. باوری دارم که این خیلی است. انشاءالله که یگان چیز را نمیدانم. او را گیرید. مرحمت میرویم. بگردید. رفتیم از اینجا بچه ها. مرا به کجا میبرید؟ و خدا پشتیبان‌های زور داشته ای. خبر از بالا آمد. و اتاق مخصوص میروی. بسیار جای خوب است. مرحمت میرویم. وقتی که آزاد هستی آدم ها را به عبد گرفتن آسان. کنی بینیم در درون چیکار میکنی؟ آدم هایی در بیرون بوده کی بودند؟ چه خلکی بودند؟ محکومانند؟ برای چی به من نگاه میکردند؟ برای چی به تو نگاه کنند؟ آخر نگاه کردن گناه هست یا توبه استغفرالله؟ دیدم که به من نگاه میکنند. بعد نگاه میکنند. مرا نظاره میکردند. به هر حال در اینجا نازک نشو. خدا که شام ساعت 7 سر میشود. من طبق تو را میآورم. اگر یگان احتیاج شود مرا فریاد کن. کیامینیک دروغ اینا بکار. دروغ برو از اینجا فرارید. برو از اینجا فرارید. برو از اینجا فرارید. فرارید. سوهم در دستی آنهاست ویدت هم. سوها با پلیس ها یگان عهدی نبسته است. وگرنه باید به یگان کس اعتماد میکرد. باید حجت هایی که در دستش بود آنها را گیریم. یا اینکه سوها را در حال کشیم. پس دختری او میماند. حجت ها به دست او میروند. باید او را هم آزاد نگذاریم. آیا میدانید که سوها در کدام حبسخانه می باشد؟ بله جناب. اگر لازم شود یک دو شیر بچه ما در آنجا هستند. امشب کاری او را تمام کنید. تو چه فکر داری مینیکی من؟ از این دیده نقشه کلانتر؟ مثلا فرض کردیم که
به یک گوش در آمد و از گوش دیگر برآمد. من به حاضرال به تو به سوها باشد به زکی یحیی. تو چی ها میگویی؟ اگر سوها به گوش آنها رسانده نتواند، زکی یحیی را کشته نمیتوانیم. برای چی کشته نمیتوانیم؟ به ما حمله میکنند. خودمان را زیر خطر قرار میدیم. همه طرفه سفربر میشوند. برعکس ترس و وهم فرا میگیرد. بعد از این یگان دادستان جسارت ضد ما برآمدن را نمیکند. پیش از اینم یک بار دیگر کوشش کرده بودیم، نشد. چخیل کنیم؟ نباشد با تیر و تپانچه این مراتبه با راکت حمله میکنیم. آرام شوید، بین خودتان مناقشه نکنید. مینیک راست میگوید. این اساسی کار را حل میکند. مدتی طولانی به خود نمی آیند. گروهی تروریستان را گناهکار میکنند. چی آیا از خطاهایی که روزهای آخر کرده ای میترسی و این کار را کردن نمیخواهی؟ جناب اجازه دید من این کار را کنم. تو با این کار همراه نشو. پیکاس خودش حل میکند. جناب این کار را من خودم حل میکنم. وقتی که شما فرمان دید گپی دیگر با آنها مصلحت میکنم. او در این کار خیلی استا است. جان گفته این کار را حل میکند. گفتی که یمینیک درست است. با این سلاحی که مثل لوله هست، امنیت را با این سلاح ترک کنید. بعد از ترکیش سلاح را گور کنید. این کار با همین تمام می شود. برای آزادی سردارمان که در جزیره می باشد تا مردنمان باید مهنت کنیم. سلاح‌هایی که امنیت از دست ما گرفت برایمان بد شد. در این کار گناهی ما نیست. یک آدم پیکاس همه ما را فروخت. مثل در دگلیچه و اکنون استراتژی عملیات حمله کردن و چاه تیار کردن را باید بسیار تر کنیم. طبق گفته‌های سردارمان باید افسران جمهوری ترکیه در عملیات‌های ما غرق شوند. حتی دیده و دانسته باید به پاسگاه‌های آنها حمله کنیم. پیکاس وعده خود را اوید سلاح بجا آورد، لیکن امنیت باشد نقشه ما را ویران کرد. نگران نباشید، به نزدیکی پیکاس باز ما را با سلاح، بمب و مینه تامین میکند. از ما قوه جنگی از پیکاس باشد سلاح و تیر و تفنگ. در دست او برای یک لشکر کلان سلاح موجود است. زیر خاک تا حال پر از سلاح میباشد. تشکر با آنهایی که تا این دم ما را همیشه دستگیری کردند. ما باشیم برای آنها همه عملیات گفته‌شان را عملی کردیم. هرگاهی که خواستند چهره این دولت را عوض کردیم. با خاصی آنها عملهای استراتژی را با بمب پیشگیری کردیم. باز کدام وقتی که خواستند ما سیاستمداران را نابود کردیم. لیکن احوال شخصانی در کوهستان بوده مشکلند. حتی نان خوردنی نمی‌یابند. یگان چیز برای خوردن پوشیدن نمانده است. یکدیگر را می‌خورند. سلاح نیست، لوازمات نیست. پیکاس زنگ میزند. کنی گپ زن چی میگوید؟ لابای پیکاس. با تو امشب بسیار هم کاری مهم داریم. چیکار میکنیم؟ با امنیت سلاح بازی میکنیم؟ نه، خاک امنیت را به باد میدهیم. بس کن شوخی را، به قولت نایستادی. سلاحی دادت به ما نه، به امنیت رفت. اگر به من یاری دهی من هم به تو یاری میدهم. حتی از میخواستگی 2 برابر زیادتر علاوه باز پول میدهم. مکان و ساعتش رو بگو. باز به تو زنگ میزنم. آنها محتاج ما میباشند، ما باشیم محتاج آنها. من باید به نزد دوستانم روم. تا زنگ زدن پیکاس انتظار میشوم. مایلش خبر شود، زنگ زن.
خانه‌ای که جمشید با ما گفت انا همین است. چه لحظ باز سگانه متش در عمل میباشند. طرز عملیاتمون آماده است. نقشه حمله همون چه خیلی است سرکمیسر؟ نقشه این است خیری. کسی که از پیشمان میبراید میپرانیم. همش همین. مایش با شما معقول باشد با من هم معقول. این سخنی من است. تو برای خودت دیگر سخن بیار. خیری تو چیکار کردنت رو میدانی. کو سر کن. زود باش خیری. مایش سرکمیسر. صدای تلویزیون را پستر کن. سرم به درد آمد. تلفنت زنگ بزند. نمیبینی کلیش تراشته ایستادم. خودت گیر. خدا شکر. چیکار شد؟ سلاح را گیرید. با ما حمله آوردند. حمله کردن؟ کی؟ برای چی؟ من از این طرف. تو از اون سو. تستر درم پوش. ببخشید که به اجازه در آمدم. یاری دهد. زخمم وزنین است. خیری دیوانه این منم. بیایید بخیر است. ببخشید. ببخشید. زودتر باش. پلیس ها 2 دقیقه پس اینجا میشوند. مالشک حسابید. تستر نوبکار. یاری دهد. شما کیستید؟ دانستنت یگان چیز را عوض نمی کند. به هر حال مرده می روی. چی میخواهید؟ تلفن از کجا صدا میدهد؟ با ما مکانی آنه گفتنی زنی تروریست را بگو. نمیدونم. سرکمیسر ببین. اما او باشد مکان شما رو میدانند. اگر زنده ماندن خواهی مثل آدم گپ زن. من با شما چیزی نمیگویم. پس خودت میدانی. گپ زن نگویم. تو در دستی ما با آسانی جان نمیگی. شد مایرش بیار. 1 ساعت شد زنگ میزنم جواب نمیدهی. نشنیدم. صدای تلفن خاموش بود. چی شد؟ برادران را گیر. 1 ساعت پس مکان را میدانی. در آنجا چیکار میکنیم؟ پیکس به ما سلاح میدهد. راکت ها را گرفته به سردار میبری. امشب یک کاری مهمی داریم. مایلش در آنجا میشویم. مایلش. آفرین. اگر به ما که گوش کرده حالا به تو مکافات سزاواری میباشه. بیا رفتیم. میرویم. 1 دقیقه صبر کنید. این ابله را خیلی مونده میرویم. بلا و پسش. چی؟ اگر با این افتش به دیگر طرف میل کند عیب میشود. نمیدونی مگر خیری. دیدی اکنون انا همین طور میکنند.
خوراک معقول نشد؟ خدا میداند که در درونش چی باشد. من این خوراک را نمیخورم. در درونش مکرون یگان چیز دیگر نیست. نگران نباش، مدیر تو را خوب نگاه میکند و تو یگان کار نمیشود. دروغگوی. نخور پرهای تو را ندارم. چه شد؟ خوراکش رو نخور؟ نه، گویا میدانسته باشد که بر سرش یگان بلا می آید. اگر این مراتب موفق نشویم کار چطور می شود؟ من میسوزم، فهمیده گیر. باید با دقت باشیم. میلش از همه خوبش تو رو فریب کرده با اتاق بیمارخانه بیار. باقی کار رو ما حل میکنیم. کمی غوغا می شود اما کار رو به خوبی تمام میکنیم. بسیار خوب، لیکن از حجرش نمیبراید. چه خیل نمیبراید؟ او یا دکتر دارد. بگو که دخترت به زیارت تو آمد. همین خیل او را به اتاقی و خوری ببر. یگان خیل دروغ بگو. میلش حل میکنیم. الو، از حد نگذرانید. خاموش شوید. این رو بینیدم به این ابله نگرید. مسخره باز. حاضر ما به او نشان میدهیم. تو نگران نباش. انا آمد. سلاح‌ها تیارند؟ کنی که شاید خانم با چشمان خودش ببیند. سالهای استقلالیت جمهوری تاجیکستان مبارک دوستان عزیز. ما صبح را در کوکی بورباد انتظار است. نوشاکی‌های خوش‌طعم از جمعیت دارای مسئولیتش محدودی اک و جوس، شربت‌های امیگو از میوه‌های تاجیکستان با تکنولوژی زمانوی تتراپک شویتسیا، نرخی ارزان، صفتی بلند و لذتی بی‌بها. در این ساعت دخترم چخیل به درون در آمده است. اجازتی مخصوص گرفته است. رفتیم. خدایا توبه، نباید این خیل شود. یک دقیقه. کنی بگو ظاهری دختری من چخیل است؟ رنگ مویش چخیل است یا اینکه چشمایش؟ کنی گپ زن. از کجا دانم برادر؟ ندیدم. مدیر به من زنگ زد گفت که دختری آقای سوها آمده است. باور نمیکنی؟ آقای سوها را گرفته بیار. تو هم گپ را درست کردی. نخواهی نبیا؟ یک دقیقه بیا رویم. مرحمت. درا با این طرف گذر. آرام باش. چیکار میکنی؟ نزن. شما کیستید؟ کنی گذر. این سو گذر. آقا چرا شما چیکار میکنید؟ من چیکار کردم آخه؟ من چیکار کردم؟ باز ویران نباشد. درست هر بین خیری. نه این مراتب پیش از آمدن خوب تفتیش کردم. چی کاری مهم بوده است؟ بلای سرمان نجیب سردار و دادستان زکی یحیی هستند. ندارد، باید مرند. امشب با یکی از اینها. این مراتب بازی کلام میکنند. وای 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 وای. من به تو باوری دارم. پروا نکن. استید زارا میکنم. چقدر باشد پول میدیم. التماس میکنم نکنید. طولت از سرت ماند. چی کار کردی؟ ندیدی مگر این دفعه خوب کردی.
акаҳо чаро истодаем? биёед зудтар тилборон кунем. биёед. бале вақташ омад. рафтем. кани рафтем. хуш омадед. не нохуш омадед. ин дафъа он қадар хуб нашуд. рафиқон, бисёр мушкил мешавад як соат пас омода шавед. силоҳҳоятонро партоед. зудтар. роҳ гардед. ҳоло ҳам зинда аст. تا حالا کاری او را تمام نکردید. چه خیلی آدمانی نابکارید. کنید برایید زودتر. حاضر همه در بالای سری ما جمع شوند. یاری دید یاری دید یاری دید. سلام با دوستانی پیشین. چخیل هستید؟ چخیلی یگید؟ با پدرت وا میخوری؟ بخشش فراموش کردم مرده بود. همین خیل نه؟ هرگز نام پدرم را با دهان هیچ وسط نگیر رزیل. فهمیدی؟ یاری دید یاری دید یاری دید. یاری دید یاری دید یاری دید یاری دید. مرا سر میدهی نباشد فرمان میدیم که رفیقانت را کشند. آنها حیات خود را بگرا ماندند مثل من. مایلش خودت میدانی. این آدم ها کیستند؟ دوستانی پیشینم. با واسطه یک دوستم شناس شده بودیم. نابکار. در اینجا ایستاده بازی شما را تماشا کردن میخواستم اما رفتن لازم. یگید یگان سخن به نجیب سردار داری؟ کمتر پس خانم به زیارت نجیب میرود. اگر با او یگان واقعی روی دهد قسم میخورم که تو را زنده نمیمانم پیکس. یعنی یگان سخن نداری. خیر خودت با او باید میگویی چه خیلی که نباشد در آن دنیا با او وا میخوری اگر آن دنیا وجود داشته باشد. خیر شبتون خوش. تو مالها را سلامت به صاحبشان رسان. خوب شد از جناب. فکر میکنم اما یافته نمیتوانم یگید. چی بودنش را نمیپرسم برای آنکه همش را میدانم پیکس. چی بوده است؟ کنی به من بگو. چخیل ما را میکشید. این آدم بسیار دانا است اما گفتنیم که این دفعه خطا میکند. با داستان سوها چخیل شناس شدید؟ ما رو یک شخص شناس کرد. اول به زیارت هم می آمد. با آدم خوب مانند بود. بعد از یک گروهی که دولت ما رو نیست میکند سخن کرد. او میدونست که من ملتچی بودم. دقتم رو جلب کرد. چه گروه بودین؟
گفت که از تروریستانی در کوه بوده خطرناکتر میباشد. با دادستان باور نکرده به کی باور میکردم؟ تو رو به درون این گروه میداریم. گفت برای ما مخفیانه کار میکنی. من خودم رو و عائله‌ام رو به خطر انداخته این کار را قبول کردم. اما وقتی که به این گروه شامل شدی فهمیدی که وظیفه تو برای آدم‌های بیگناه چاه کندن است. بله، وقتی که فهمیدم الان دیر شده بود. هنگامی که به آنها دست دادی تمام وجودت رو از خود میکنم. وظیفه اولا چی بود؟ وظیفه اولینم به خانه دانشجویان سلاح میبردم. این کارو کردی؟ نه، نکردم. بعد برای منفعت دولت و استفاده بردن عملیات‌های مخفی به تمام گوشه و کنار انتقال سلاح و بمب را سر کردم. چه خیلی که میدونید من در یک قفس مانده بودم و هر چیزی که به سر انسان‌های بیگناه می آمد مغز سری من به لرزه می در آمد. پس برای چی نقلیات را به ما خبر دادی؟ از انسان بودنم شرم می داشتم. دیگر به روی زن و فرزندانم نگاه کردن نمی توانستم. شب‌های دراز خوابم نمی برد. حتی این حیات شرمسارانه خود را به آخر رساندنی بودم. اما باید این عملی افلاس آنها را عیان میکردم. خود به خود فکر کردم که اگر این کارهای آنها را افشا کنم شاید وجدانم کمی راحت کند. انا وجدان همین خیلی چیز میباشد. برید اینها را. کنی گذارید. زود. بیراو. چه ایستاده؟ زود باشد زود. یک دقیقه. باز چی شد؟ من که خواهشی تو را به جا نآوردم. تو فقط خواهش کن بس است. دزدی به تو نمیزیبد. زنده باد کردستانی آزاد. بیزی سراغ. بیزی کردستان. маркази продюсери ҳамсадо тақдим мекунад 17 ва 18 сентябр соати 17 дар толури коқи борбад барномаи консерти идона бахшида ба 20-мин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони истиқлол бо ширкати беҳтарин санъаткорони тоҷикистон ва ҳамчунин дидорбинӣ ва суҳбати гуворо ва ширин бо 5 нафар ҳунарманди силсилафилми дӯстдоштаи шумо ҳомиён аз қабили Йигит, Ҳалима, Наҷиб, Мендуҳ ва Хайрӣ чиптаҳоро аз кассаи коқи борбад то 10 сентябр бо нархи 20% арзон харидорӣ намоед. телефонҳо барои маълумот ва дархости чипта 907 50 28 28 907 59 28 28 907 79 28 28 истиқлоли тоҷикистон фархонда бод. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا حامیان محور حقیقت و مثل یوسف از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالاگرامادور را خریداری نمایید. گالاگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالاگراما ندارند صفتی پس داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالاگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالاگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده و تشکیلات ها یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید.